سلام خدمت دوستان عزیز. با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم برای تحلیل یا آنالیز مارکت در هفته‌هایی که گذشت و ماه‌های آینده و سال جدید، با تغییراتی که در دولت آمریکا به وجود اومد. آقای ترامپ در الکشن برد و میخوایم ببینیم که به چه صورت این مارکت ادامه خواهد پیدا کرد. من ریسرچ کردم، خوندم، شنیدم و میخوام تحقیقات خودم رو جمع‌بندی در اختیار شما بذارم به صورت فشرده. سعی میکنم ویدیو طولانی نباشه. همونجور که میدونین آقای ترامپ برد، مارکت آمریکا خیلی، یا کلا بیزینس آمریکا و مارکت آمریکا خیلی آقای ترامپ رو دوست دارن، به خاطر اینکه ایشون کلا بیزینسمن هست و ریپابلیکن ها در طول تاریخ نشون دادن که میتونن اقتصاد رو بهتر کنن و حالا آیا این به نفع لور اینکام یا درآمدهای پایین خواهد بود یا نه خواهیم دید. قولهای زیادی داده شده از هر دو طرف، ریپابلیکن یا دموکرات، که قرار تکس ها رو کم کنن، ولی معمولا یکی از تکس هایی که کم میشه تکس شرکت های بزرگ و پولدارا هست و فلسفهشون به این صورت هست که ما تکس شرکت ها رو که کم بکنیم، اینا هایرینگشون یا استخدامشون بیشتر میشه و وقتی استخدام اونا بیشتر بشه اقتصاد به چرخش در میاد و unemployment یا کسایی که کار ندارن تعدادشون کمتر میشه و اقتصاد به چرخش در میاد. اینترست ریت ها رو میخوان بیارن پایین. حالا من حدس میزنم رقابتی بیفته بین آقای ترامپ، فشاری که ایشون میاره به آقای پاول، که حالا عکسشو بهتون نشون میدم، و خود آقای پاول مانیتور میکنه اقتصاد رو، بر اساس اون اینفلیشن یا تورم رو میخواد به 2% برسونه و بعد از دوران کووید که خیلی این تورم بالا رفت میخواد بیارتش پایین و الان فاصله داره هنوز با 2% و قرار هست که پله پله با مانیتور کردن اقتصاد و بیکاری و تورم این درصد رو پایین بیاره که 0.25% پایین آورد. همین یکی دو روز گذشته، چند روز گذشته که اعلام کرد و نمیدونن که هنوز در سال 24 که بازم پایین خواهد آورد یا نه، ولی برنامه‌اش این که خیلی آهسته این رو پایین بیاره که دوباره تبعات دیگه‌ای نداشته باشه پایین آوردن این اینترست ریت. از اون ور آقای ترامپ میخواد اقتصاد رو به چرخش دراره. از دید خودش اینترست ریت باید بیاد پایین تا سرمایه گذاری ها بیشتر بشه و شرکت ها بتونن استخدام کنن و محبوبیت خودش رو بره بالا و بگه که من این کارو کردم ولی دولت قبلی نکرد. به حال این رقابت هست بین ایشون و آقای پاول. جرمی پاول گفته که من کار خودم رو میکنم، بررسی خودم میکنم، فشار رو نمیپذیرم و بهش گفتن که آقای ترامپ مثلا از تو ممکنه خوشش نیاد و درخواست بده که تو بری کنار. گفته من ریزاین یا استعفا نمیدم. خلاصه باید دید. خیلی جالب خواهد بود که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. و حال تغییرات اساسی آقای ترامپ قراره که توی دولت آینده بده. یه سری جزء اختیارات مستقیمش هست، یه سری باید غیر مستقیم با فشارهای سیاسی و اینا آدم ها رو از رو نصب کنه. از حامیان آقای ترامپ آقای ایلان ماسک بود که همونجور که میدونین خیلی خیلیشون رو ساپورت کرد. روزی $1,000,000 به رای دهنده ها تو پنسیلوانیا که استیت سوینگ استیت یا استیت دو طرفه بود، بعضی موقع آبی میشد بعضی موقع قرمز میشد، و انقدر کمپین کرد برای ایشون و سرسختانه در کنار ایشون بود و باعث شد که خیلی کمک بشه. شاید اگه ایشون نمود به این راحتی ها نمیتونست ببره آقای ترامپ. و این یه مقدار اینجا یه تضادی به وجود میاد که آقای ترامپ که خیلی با انوایرمنت یا مسائل کمک به محیط زیست و اینا میانه خوبی نداره، چطور آقای ایلان ماسک در کنار ایشون وایستاد
و آقای ایلان ماسک که همش راجع به سولار انرژی، کمک به طبیعت، زمین، آسمون، همش راجع به این چیزها و ماشینای برقی و سقف سولار و اینا بیشتر تبلیغ میکنه، اصلا پایه زندگیش رو این هست. چطور اومد با در کنار کسی واسطاد که ایشون اصلا اعتقادی به این چیزا نداره و در دوران ریاست جمهوریش هم از اون قرارداد پاریس که مال محیط زیست بود خارج شد. این مقدار تضاد هست که من هنوزم دلیلش رو نمیدونم که این اتفاق چرا افتاد. به هر جهت این ساپورت یا این گمبلی که قماری که آقای ایلان ماسک کرد و ازشون ساپورت کرد باعث شد که این قیمت استاک تسلا یه جامپ اصلا انفجارآمیز انجام بده بعد از اینکه ایشون آقای ترامپ انتخاب شد. و همونجوری که در تصویر میبینین اخبار امروز هست شنبه 9 اکتبر که آقای ایلان ماسک میگه تسلا 1 تریلیون رو زد و یکی نه تاپ ترین کمپانی الان از نظر کپ و 1 تریلیون رو زد و فکر میکنم تاپ 3 باشه یا تاپ باشه. الان من نمیدونم اپل و انویدیا و اینا نمیدونم با مایکروسافت کدومشون الان بالاتر، ولی به هر حال تاپ 3 هستش اگه نامبر 1 نباشه. و خدا میدونه چند بیلیون دلارشون توی یه روز فقط استاکای خودش رفت بالا شخصی. الان با فاصله بسیار زیاد پولدارترین مرد دنیاست که بعدش هم آقای جف بزوس سی او آمازون هست. به هر حال ایشون این قمار رو انجام داد و برد و خیلی میگن هرچی این دست میذاره روش طلا میشه و میدونه که چیکار داره میکنه. به هر حال در آینده خواهیم دید. من حدسم اینه که جاب اگر آقای ترامپ که از الان تا 20 ژانویه که آقای ترامپ ایناگوریشن یا اون سوگندش رو اعلام خواهد کرد برای رئیس جمهور شدن فاصله زیادی هست. خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، نمیدونیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی اگر ایشون بشه من فکر میکنم که جاب مارکت بهتر خواهد شد. ولی با این توییت ها یا این مسیج ها پیامک هایی که ایشون میده مارکت آمریکا خیلی متلاطم خواهد شد. مارکت آمریکا تلاطم رو دوست داره و با این تلاطمی که به وجود میاد میتونن به هر حال قیمت ها پایین میاد میخرن، بالا میره میفروشن، از این حالت استدی یا ساکنش در میاد. خلاصه مارکت آقای ترامپو هم به دلیل بیزینسمن بودن هم به دلیل شخصیت تلاطمیش و توییت هایی که میکنه دوست دارم. و حالا من این آیه پاول به شما نشون میدم. ایشون هم آقای پاول هستش که گفته که من ریزاین نخواهم کرد اگر که آقای ترامپ از من سوال کنه، ریزاین نخواهم کرد. این آقای پاول هست که هر چند وقت یه بار میاد و سیاست‌های اقتصادی آمریکا رو توضیح میده و اعلام میکنه که مهره‌های بانکی پایین میاد یا بالا میره یا تغییری نمیکنه. به هر حال این سه تا شخصیت خیلی مهم خواهند بود در آینده آمریکا، یکی ایشون، یکی آقای ایلان ماسک و آقای ترامپ. و این یکی از مهمترین این مثلث سگانه اقتصادی آمریکا خواهند بود. از این که بگذریم، من توی ویدیوهای دیگه هم معرفی کردم چند تا بروکر رو که جزو بروکرهای خوب چارلز شواب هست. میتونین با چند هزار دلار حساب باز کنین. اگه بخواین دی تریدینگ کنین بالای 25000 تا میخواد، ولی اگه نخواین همون روز داخل و خارج بشین، بخواین فقط سرمایه گذاری کنین، میتونین با 1000 دلار 2000 دلار هم حساب باز کنین. و اگر نیاز به ریفرال داشتین به من بگین، من ریفرتون کنم. مثل اینکه یه مبلغی به شما داده میشه، به من چیزی داده نمیشه. یه توضیح هم بدم، من این ویدیوهایی که دارم ضبط میکنم هدفم از این ویدیوها اطلاع رسانی هست، نزدیک کردن جامعه ایرانی به هم دیگه هست. قصد فروش یا ارائه محصولات خودم رو ندارم، قصد هیچ کوچینگ یا کلاس یا هیچ چیزی دیگه این نیست. فقط ویدیو رو در اختیارتون میذارم. اگه براتون سودمند بود خواهش میکنم لایک بزنین، سابسکرایب بفرمایین و شیر کنین. به هر حال این چارلز شواب هست و در کنار دیگهش که این برای استاک مارکت هست، یعنی استاک اگه بخوایم معامله کنین، و فیوچرز و کریپتوکارنسی و
حالا هر پروداکت دیگه، همه پروداکت رو کاور میکنه. اگه فیوچرز خواستین من این رو بهتون پیشنهاد میکنم، ترید و وید یا نینجا تریدر. ولی این خوبیش اینه که هم رو موبایلتون هست، هم روی کامپیوترتون میتونید معامله کنین و مارجین بسیار کم. یعنی شما همون پروداکتی رو که اینجا مثلا نزدک یا S&P 500 رو بخواین معامله بکنین، مقدار مایکروشو که کوچیک هست و موومنت های خوبی داره معامله بکنین، نیاز داره $50 برای S&P 500 یا $100 برای نزدک داشته باشین تو حسابتون بتونین معامله کنین و توی یه روز ممکنه اون $100 بشه $500. یعنی در این حد کم نیاز هست که شما با پول کم حساب باز کنین با ترید اوور. فکر می‌کنم $500 $400 یا اصلا نو مینیمم بتونین حساب بکنین. حساب ترایل یا امتحانی یا پرکتیس هم دارن، هر دوتاشون اکثر بروکرها دارن. بروکرهایی که من پیشنهاد میکنم یکی اینتراکتیو بروکر هست IBKR، چارلز شواب و ترید اوید یا نینجا تریدر. ترید اوید یه خورده یوزر فرندلی تر هست و میتونه رو موبایلم باشه، به صورت رایگان روی موبایلم باشه. همشون هم ترایل ورژن و پرکتیس اکانت دارن که باشون آشنا بشین. این چارتینگاش هست که اگر دوستان نیاز داشتن من میتونم به من پیغام بدن توی کامنت ها و من این چارتینگ یا این ایندیکیتورهایی که اینجا دارم و میتونم باشون شیر کنم که خیلی کمک میکنه. ساپورت، رزिस्टنس، خلاصه کمک کننده هست. الان من این بله این پلتفرم TD Ameritrade هست که همون مال چارلز شواب هست و الان بیت کوین رو نشون دادم تو این چارت، روزانش هست و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بیت کوین، دوستانی که با کریپتوکارنسی کار میکنن، من خودم کار نمیکنم ولی آشنا هستم، توی این چنل گیر کرده بود بین 60 مثلا 64 5000 تا 55000. این تو این چنل گیر کرده بود و خیلی میتونست پولساز باشه برای دوستان. این چند بار این پایین و بالاهای این نمودار رو زد تا بالاخره توی ویدیوهای قبلی گفتم اگه این چنل رو بریک کنه میتره کنه و میره بالا. این هم این نمودار قرمز، این خط قرمز هم نشون میده که این چنل یک بهش میگن لوور هایز. اینجا هایش بوده، اومده یه های لوور زده و در نهایت اینو شکسته رفته بالا و دلیلش همون انتخابات آمریکا بود. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ من حدس میزنم یا کانسالیدیشن انجام میشه، دوباره یه چنل مثل همین چنل باز میشه، مثلا بین 70 تا 83 بالا یه خود بازی میکنه تا بعد یه دونه به قول معروف تریگر دیگه میخواد که یه دلیل محکم دیگه میخواد که دوباره اونو بهتر کنه و به 100 برسه. به زودی به 100 خواهد رسید. بعد که از 100 گذشت برمیگرده 100 رو امتحان میکنه و 100 میشه یه ساپورت. معمولا اینجوری کار میکنه. الان همین 77 رو شما نگاه کنین، این چنل رو که شکونده، اگر برگرده که اینجا ملاحظه بفرمایید برگشت رفت تا 69، برگشت دوباره 75 یا 74 رو ترای کرد، دوباره رفت بالا، اومد پایینتر و توی این ساپورت های دیگه گیر کرد و بعد بالاتر رفت. اگر بیاد پایین به خاطر یه نیوز یا هر دلیل دیگه ای، من فکر میکنم این 65 رو ساپورت خیلی محکمی است. اولا این چنل، این خطی که کشیدم قرمزه، یک ساپورت محکمی خواهد بود که برابر همون 74 5000 خواهد بود. بعدیش همین 65000 و بعد از اونم 55000 خواهد بود. من فکر نمی کنم دیگه از 55000 پایین تر بیاد برای مدت ها، شاید هم هیچ وقت نیاد. یک موضوع دیگه خواستم باهاتون شیر کنم. کسایی که علاقه من به گلد هستن و میگن آقا گلد بخریم یا نخریم، یکی از روش های دیگه گلد خریدن آنلاین هست، به جایی که گلد چمس و منزل نگه دارین. اینم هستش که این همون هست، فقط آسان‌تر میتونید معامله کنین، نیاز نیست به مغازه بدین، نیاز نیست کمیسیون بدین. و این فیوچرز گلد هست که جورای مختلفی میشه استاک گلد رو معامله کرد. یکیش فیوچرز، یکیش VLD هست، خود استاک هست که اونم بهتون نشون میدم. الان بعد از انتخابات
گلد از آل تایم هایش که $2801 بود برگشته و الان دور بر 2680 اینطورا استاب کرده. خیلی گلد چون مارکت یا و بیزینس و اکانومی امریکا قرار رشد خوبی داره کنه، مردم پولاشون از گلد معمولا میکشن بیرون. گلد مخصوص قسمت ترسه، مخصوص جنگه، مخصوص این چیزاست، یا همه متال ها مثل سیلور، گلد، اینا مخصوص جنگ هست. تو اون زمان بالا میره. بعد اگه به جنگی تموم بشه، حالا جنگ اوکراین یا جنگ میدل ایست تموم بشه، گلد پایین میاد. مردم خیالشون راحت میشه، پولاشون رو میکشن، چون یه هج کردن یعنی شما اگه اپل میخرین ممکنه اپل فردا بشه نصف، ولی گلد میره بالا، چون گلد همیشه به قول معروف طلاست و قیمت ارزش خودش رو توی موارد بحرانی حفظ میکنه و همه میرن به سمت گلد. حتی خونه پایین بیاد گلد بالا میره. برای همین پولاشون رو میکشن بیرون تو حالت اقتصاد خوب و راحت، و اه، اه، و بهش میگن ریسک آن، یعنی ریسک رو میپذیرن و میرن توی ریسک. گلد ریسک آفه، یعنی ریسک نمیخوان بکنن، میخوان سیف بازی کنن. خلاصه گلد ممکنه بیاد پایینتر و این از پولای هنگفتی که توی گلد گذاشته بودن بره. ولی اگه خانم هریس برنده میشد، حدس میزنم که گلد شاید همون قیمت میمون یا بالا میرفت. به هر حال اینم داستان گلد هست. من فقط تسلا رو هم خیلی مختصر نشون بدم که ببینین بعد از انتخابات این جهشی که میبینین از $245 به $328، این جهش انتخاباتی هست. آپشنای این نمیدونم الان هنوز بشه نشون داد یا نه. یه سریش اکسپایر شده، یه سریش نشده. من هم یک پوزیشن خیلی کوچیکی اینجا دارم. به هر حال شما میبینید که این مال هفته آیندهش بود که 5 برابر شده. میبینید 510% زیاد، یعنی یه سریش تا 600%، 6 برابر شده. ولی مال فرایده گذشته که دیروز بود، آپشنا تا 30 برابر شده بود. یعنی شما اگر $1 میخریدین میشد $30. اگه $100,000 داشتین مثلا توی تسلا، روی اون استرایک پرایسی که هیچ کس فکر نمی‌کرد انقدر بپره بالا، $100,000 میشد 30 میلیون تومان، 3 میلیون تومان، 3 میلیون دلار ببخشید. و به هر حال اینم تسلا بود. ولی من حدس میزنم که بالاتر از این خواهد رفت برای کسایی که دراز مدت میخوان سرمایه گذاری کنن. تسلا یکی از خوبا هست، انویدیا یکی دیگه از خوبا هست. ولی برای کوتاه مدت ممکنه این همه شارپ به سمت بالا رفتن و نزدیک شدن به $410 فکر میکنم آل تایم هایش هست، که من فکر میکنم اگر همه چی نرمال پیش بره این $414 آل تایم هایش رو بزنه تا مثلا حالا چند ماه دیگه، شاید هم حتی تا کریسمس. چون میدونین که کریسمس سانتا رلی بهش میگن، دوران کریسمس از الان تا کریسمس سانتا رلی هست. و 9 تا کریسمس از 10 تا کریسمس همیشه مارکت بالا رفته. تمام هج فاندرها باید ریپورت اعلام کنن و سود اعلام کنن و دوست دارن اعلام کنن که برندن، سود دادن. و آخر سال ریپورتی که میدن میخوام این از سود دادیم، پامپ میکنن، یعنی اینقدر میخرن مارکت پامپ میشه میره بالا و معمولا جنوری یا فبروری پایین میاد. برای دوستانی که میخوان با 401k شون بازی کنن، چون میدونید که 401k هم میتونین شما برین به جایی که اجازه بدین شرکتتون یا اون اکانت منیجرتون براتون این کار رو بکنه، خودتون هم میتونین برین مثلا از قسمت بانک یا هلت کیر در بیارین یا سپلیت کنین، یه مقدارشو بذارین توی مثلا اونایی که تک هوی هستن، مثلا اپل و انویدیا و چه مایکروسافتشون بیشتر هست. خودتون میتونین سپلیت کنین، مثلا 20% اینجا بذارین، 50% اونجا بذارین، خودتون تنظیم کنین که چقدر تو چی باشه. این امکان رو همه 401k دارها دارن. حالا یه ویدیو دیگه راجع به 401k من صحبت خواهم کرد، کامل توضیح بدم که چجوری میشه ازش وام گرفت، چجوری میشه ازش استفاده کرد. بهره‌ای که توی وامش میگیرین به خودتون برمیگرده. همه اینا رو بعداً توضیح میدم. فقط اینجا خواستم اینو بگم که امکان این هستش که شما 401k تون رو تنظیم کنین، شخصا یاد بگیرین، ویدیو نگاه کنین راجبش و ببینین که اصلا تو 401k که شما این همه سال زحمت کشیدین چه خبر هست. خیلی وقتا یعنی 90% دوستان ایرانی نمیدونن اصلا اونجا چه خبر هست، و خارجی فرق نمیکنه.
نمیدونن چه خبر هست. و منم بعد از سالها به صورت اتفاقی متوجه شدم که میشه تو اونا دست برد و تنظیمشون کرد و این خیلی به نفع هست. یا میتونید یه مقدار 20% رو به صورت مانی مارکت یا به صورت نقدینگی تو همون فوروانکی نگه دارین، برای اینکه مارکت وقتی دراپ کرد شما وارد شین. وقتی مارکت آل تایم های میتونین 20% 50% رو بفروشین، بذارین تو مانی مارکتتون باشه. هر موقع مارکت دراپ کرد که معمولا سالی 10% دراپ میکنه، این دراپ 10% توی 20 سال گذشته هر سال اتفاق افتاده و از اون تک ادوانتج کنیم. ولی وقتی همه پولتون توی مارکت اینوست هست، اون 10% دراپ فقط باعث میشه که شما 10% ضرر کنید. مثلا اگر $100,000 توی فوروانکیتون هست، یهو میشه $80,000. اینم از این. حالا این تسلا هم که بهتون نشون دادم برای دوستانی که خیلی به این استاک ها علاقه دارن. انویدیا رو هم فقط خیلی مختصر بهتون نشون دادم که از چون تنها پایونیر و این چیپ های AI هست و 4-5 سال از شرکت های دیگه از AMD و بقیه جلوتر هست و این اطلاعاتشو شیر نمیکنه با اونا. برای همین اگر این تب یا فیور این AI ادامه پیدا کنه، انویدیا حرف اول رو خواهد زد و حتما رشد بسیار بالاتری خواهد داشت. بنابراین استاک هایی که توصیه میشه اینها هست. یه نکته دیگه هم سریع بگم، کسایی که میخوان استاک مورد نظرشون رو بذارن و پولشون نمیرسه مثلا برن و تسلا رو $322 هر شعرش رو بخرن، میتونن اولا یا آپشنش رو معامله کنن، آپشنش الان خلاصه توضیح میدم براتون، و یا اینکه ETF شو شما گوگل کنین. مثلا ETF اپل رو شما اگه گوگل بکنین میبینین که مثلا AAPL مال اپل هست، ETFش مثلا ممکنه $50 باشه. یا مثلا خود همین تسلا $322 هست، ETFش هست TSLR به جای TSLA هست TSLR. شما میبینین که الان $29 است. و توی این جامپی که اتفاق افتاد از انتخابات تا الان، من الان بزنم برای دیلی، بله، این از $16 به $30 رسید. یعنی شما پولتون آلموست 2 برابر، 90% میرفت بالاتر اگه شما این ETFش رو خریده بودین. ولی خود تسلا اینقدر نرفت بالا، خاطر که این از این ETF ها 2 برابر، 1.75 برابر رشد میکنه. یعنی خود تسلا اگر مثلا از اون موقع تا الان نمیدونم 20% اگه رشد کرد، این مثلا خیلی بیشتر رشد میکنه. به هر حال اینم خواستم بهتون. حالا تسلا رو هم بخواین شورت کنین، یعنی بگین بیاد پایین، میتونین TSLQ شو مثلا بخرین که الان قیمتش رسیده به $8، از از قیمت $25 رسیده به $8. یعنی برعکس کار میکنه. اگه تسلا بالا بره این پایین میاد، تسلا پایین بره این بالا میره، این برعکسش کار میکنه. ولی اگه خواستین لانگ باشه یا تسلا رو به سمت بالا شما پیش بینی کنین، TSLR هست. اکثر استاک های معروف این ETF ها رو دارن، مثل اپل، مثل مایکروسافت، مثل همین تسلا و بقیه. اگر اویل رو خواستین معامله کنین و مثلا حتی گلد، مثلا گلد $2,800 نمیخواین، میتونین GLD رو معامله کنین. GLD هست 257 $. اینم نه، اینم دقیقا همون گلد رو فالو میکنه. اینم نخواستین، دوباره یه دونه ETF ارزون ترش هست. اگر اویل رو خواستین و خواستین مثلا اویل بخرین بالا بره یا پایین بره، USO هستش که این مثلا میبینین فلاکچویشناش $83 میاد تا $70، دوباره میره بالا. یعنی این هم یکی از آپشن ها هست. به هر حال این هم خواستم توضیح بدم. حالا کسایی که دوست دارن آپشن معامله کنن و میرن لیپ میخرن، مثلا میگن تسلا ما 2025 رو میریم معامله میکنیم. این تسلا 2025 الان بهتون نشون میدم. مثلا اینجا آپشناش هست. مثلا ما میریم مثلا میریم سراغ جون 2025 ببینیم آیا به قیمت $414 که آل تایم های بوده و فکر میکنم 100%
پیش بینی ها، هیچ ادوایزی نیست، ولی 100% به اون قیمت برسه میریم $414 رو نگاه میکنیم و میبینیم که بله الان مثلا توی 400 دلارش 16,000 تا آپشنش به صورت لیپ خریدار شده. حالا توصیه که من به شما میکنم، دوستانی که دوست دارن اینو لیپ کنن، عاشق تسلا یا استاک های دیگه هستن و میخوان لیپ بکنن، خواهشی که ازش دارم این کارو نکنین. اگرم میکنین به این روشی که من میگم بکنین. ببینید شما میتونید اینو بای کنین، این قسمت مثلا استاک $400 رو بای کنین که حدود $3,300 اگه اشتباه نکنم. بله $3,300 قیمت یه دونش هست. درست. ببینیم من مثلا من اینو بزنم و من میگه که $3,375 من باید بدم برای خرید این، که اشکالی هم نداره. اگه خواستین بخرین، بخواین 10 تاشو بخرین باید $33,000 پول بدین. من میگم اگر خواستین بخرین اینو بخرین، $400 رو بخرین. درست که اینجا الان نشون میده $400 رو خریدیم، میخوایم بخریم. مارکت الان بسته است نمیشه خرید، ولی فقط نشونتون میدم. برین $450 رو بفروشین. ببینید این سل هست. ببینید الان من مثبت یک که خریدم، منفی یکم $450 که فروختم، هزینه‌ای که به جای 3300 من $975 میدم. درست. پس این یکی از روش‌های بسیار قوی این کار هست که شما به جایی که برین، به دلیلش هم اینه که من میگم این کارو کنین، اون $3300 که الان من اگه بریم سراغ همین 400، $3300 به صورت روزانه به مقدار $14 قیمتش کم میشه به صورت روزانه. برای همین اصلا به صلاح نیست که شما روزی $14 از دست بدید. اگه قیمت بالا نره یا همون بمونه یا پایین بره، شما روزی $14 از دست دادید. بنابراین برای اینکه جلوی اونو بگیرین، روزی $14 رو روی این از دست بدین، ولی یه دونه $450 بفروشین که روزی $12 اونجا گیرتون میاد. بنابراین روزی $2 فقط شما از دست میدید. که این یکی از روش‌های قدرتمند لیپ هست که شما بهش میگن spread یا vertical، بهش میگن long spread یا long vertical، که شما این رو استرایک نزدیکتر به خودتون رو میخرین، استرایک دورتر از خودتون رو میتونین 500 بگین آقا به 500 نمیرسه، 500 رو بفروشین. درست. بنابراین اینجوری باعث میشه که اون دیکی یا دیپریشیشن یا افت ارزشی اون استاکی که از دست میدین که خیلی 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 کمتر باشه. بنابراین شما مثلا 10 تا از این بخرین، میتونین 10 تا اگه بخرین شد $33,000. بعد از $450 رو اگه بفروشین 10 تاشو، در نهایت شما $9,750 هزینه کردین به جای $33,000. کار دیگه ای که میخواین اگه هدفتون بالا رفتن استاک تسلا هست، کار دیگه ای که میتونین بکنین بگین آقا $320 من هست میزنم به $414 میرسه و بالا میره. درست. میتونین بیاین $250 رو بفروشین، یعنی برین پوینتشو بفروشین. $250 بگین آقا $250 میدونم نمیرسه تا مثلا 6 ماه دیگه یا تا یه سال دیگه، اگرم برسه دوباره برمیگرده بالا و به $414 میرسه. یعنی دو جور شما میتونین لانگ کنین، یا برین کال رو بخرین راه دورتر $400، یا برین پوت رو بفروشین. روش دیگهش اینه که شما میتونین $250 رو سل و برین دورترش رو، چون نمیذارن فقط سل کنین، بایو میذارن تنها انجام بدین ولی سل رو نمیذارن تنها انجام بدین، میگن نیکد پوت، نمیذارن. اکانتتون به اندازه کافی فکر نمی‌کنم چند میلیون دلار میخواد اگه شما یه دونه از اینا رو بخواید بفروشین، باید تو حسابتون باشه. بنابراین این سل رو که انجام بدین روی $250، میتونین برین $200 رو بخرین، بگین من دیگه اینو بعد حالا خوبی این کار چیه؟ دوباره به خاطر به جای اینکه شما $18,800 پول بدین، پول گیرتون بیاد سر این $1800 اگه پایین نره روزی $8 ازش کم میشه. این $250 پولتون، اینو میتونیم بفروشین. بنابراین 1800 تا گیرتون میاد
ولی چون اجازه نمیدن تنهایی بفروشین، میتونین برین مثلا $200 رو بخرید. بنابراین پولی که گیرتون میاد یه مقدار کمتر میشه از $1800، ولی عوضش سیفتر هستید. الان $11,140 گیرتون میاد و اه، پولی که نیاز دارین که توی باینگ پاور ازتون کم بشه $3860 از باینگ پاور، یعنی حتما $3860 تو حسابتون باید باشه که اجازه این کار رو بده. به هر حال میتونین استاک های ارزونتر با این استاک های ارزونتر هم همین کارو بکنین. حتی میتونین با اویل این کارو بکنین، بگین آقا من مثلا یو اس او من میدونم به $80 مثلا نمیرسه تا چند ماه دیگه، میتونیم بریم بالاتر اونو بفروشین نزدیک، بگین آقا نمیرسه، نزدیکتر رو میفروشین، دورتر رو میخرین. اگه مطمئن مثلا خوشبین هستین که به $80 برسه، 80 رو میخرین، دورتر رو میفروشین. بستگی داره شورت میخواین برین یا لانگ. اینم توضیح خواستم بدم دوستانی که لیپ دوست دارن انجام بدن. و یه نکته دیگه که خواستم بگم، آقای ترامپ قصد داره که یکی از دلایلی که مارکت متلاطم خواهد شد اینه که با چاینا ممکنه در بیفته. اگه با چاینا در بیفته، اونجا یه مقدار مالیات و تعرفه میخواد بذاره یا تعریف بذاره روی واردات اجناس از چین و خارج که وارد میشه. این باعث میشه که اجناس گرونتر بشه. از اون ور به ما تکس میده، تکس رو کم میکنه که ما خوشحال میشیم. از این ور مالیات رو میبره بالا روی واردات و باعث میشه که پولی که گیر دولت میاد بیشتر بشه. از این طرف کاستومرها و ماها که میخوایم خرید کنیم با جنس رو با قیمت بالاتر میخریم. یعنی از یه طرف ما رو خوشحال میکنه، از یه طرف ما هزینه‌مون میره بالاتر. یعنی این بازی ها رو معمولا میکنن چون باید این بدهی های آمریکا رو از یه جای در بیارن. به هر حال حدس من اینه که اگر این اتفاق بیفته و اگر تعریف یا هزینه ها بالا بره، من فکر میکنم قیمت خونه هم شاید بالا بره، به خاطر اینکه واردات وقتی که گرون بشه و یه درصد بالایی معمولا به جنگ چین میره. ایشون موافق روسیه هست و مخالف چین، حالا به هر دلیلی. به هر حال اگه اون اتفاق بیفته، اجناس گرونتر میشه، مسائل ساختمانی گرونتر میشه، خونه ها گرونتر میشه و این داستان ادامه پیدا میکنه. این خلاصه گفتم اینم اضافه کنم. و من بیشتر از این نمیخوام که طولانی بشه. به هر حال ویدیوهای دیگه منم لطفا نگاه کنین. اگر یه مقدار گیج کننده بود این توضیحات من راجع به مارکت و لیپ و استاک مارکت، میبخشید. من تو ویدیو دیگه توضیح دادم. یه مورد دیگه هم فکر کنم بتونم اینجا اضافه کنم که برای دوستانی که مارکت رو دوست دارن معامله بکنن، سایت هایی هست که میتونه با درصد بسیار بالا پیش بینی کنه. من این سایت رو بهتون معرفی میکنم و اگر دوست داشتین سابسکرایب کنین، فکر کنم سالی 300 خورده ای دلار، سالی که میشه مثلا ماهی $35 $33 اینطورا. من خودم عضوشون هستم، خیلی هم راضیم. بهتون پیش بینی میکنه که مثلا تسلا الان قیمتش هست، خیلی کارا میکنه. یکیش همین پیش بینیه که توی فاندامنتال مثلا پیش بینی میکنه که مثلا الان قیمتش هستش $321 در ماه‌های آینده با چه درصدی بالا میره. ببینید الان اونجا زده 64% مثلا تا مدت کوتاه بالا میره، 4% اضافه میشه با احتمال 64%. و در نهایت میره بالا. و همینجوری که شما دورتر میشین برای مثلا به دیسمبر جنوری اینا میرین، درصد احتمال بالا رفتن رو میده و به چه قیمتی رسیدن رو میگه. بسیار بسیار سایت های خوبی هستن اینا. من خودم عضو هستم. اگر دوستان نیاز داشتن بدونن مثلا استاک مورد علاقه شون، مثلا من الان اینجا رو میزنم انویدیا، مثلا به چه صورت خواهد بود. الان مثلا قیمتش هست $147 آل تایم های هست. بهتون میگه که مثلا با احتمال 68% تا قبل از سال 6% بالا میره. این با یا 8% تا 20 دسامبر بالا میره، تا ژانویه 10% یا 9 خورده درصد با احتمال 56% بالا میره. خیلی خیلی جالب است. این بر اساس آمار 10 ساله یا 20 ساله این آمار رو گرفتن که این کمپانیا به چه صورت توی
سیزنه، بهش میگن سیزنالیتی مارکت که مثلا آخر سال هست به چه صورت رفتار میکنن. خیلی جالب هست. اگر دوستان خواستن من میتونم فکر کنم یه تخفیفی براشون بگیرم از اینجا، چون میتونم ریفرش کنم. به هر حال به من بگین اگر مایل بودین که عضو این کمپانی بشین و ممبرش بشین. ویدیو میذارن، توضیح میدن، بحث میشه، سوال میشه. من امروز ویدیوشون رو شرکت کردم، 3 ساعت طول کشید، خیلی چیز یاد گرفتم و سوالامو کردم، جوابا رو گرفتم و خیلی خیلی روش های جالبی هست برای مارکت. یه روش دیگه هم بهتون میگم که توی ویدیو دیگه میخوام توضیح بیشتری بدم. اگر مثلا دوستان خواستن مثلا انویدیا رو براتون میارم دوباره، انویدیا رو معامله کنن بخوام که بره بالا، به جایی که فقط خود استاک رو بخرین و ول کنین و هیچ کار دیگه ای نکنین، توصیه من به شما چیه؟ توصیه من به شما اینه که شما این استاک رو بخرین، مثلا 100 تاشو، مینیمم باید 100 تا باشه برای این کاری که من میگم، بهش میگن کاورد کال. و استاک رو میخرین، 100 تاش مثلا میشه 14500 دلار. بعد میایین شما 30 روز بعد، 40 روز بعد، 50 روز بعد شما فالش رو میفروشین، بهش میگن کاورد کال. اگه خواستین یوتیوب نگاه کنین خودتون ویدیوهاشو، منم توی ویدیوهای بعدی توضیح کامل راجع به این کار خواهم داد. شما پس بنابراین 147 ضرب در 100، 14700 دلار، 100 تا از اینا رو خریدین برای لانگ ترم. خیالتون راحته که این پایین نمیاد و آینده خوبی داره. برای اینکه اگه پایین رفت شما کاورد باشین، یا حتی بالام نرفت بازم سود کنین. یعنی اگه این با این روش من 147 بمونه تا 6 ماه دیگه، شما با این روشی که من میگم حدود 540 دلار سود میکنین. اگر یه مقدار بالا بره، مثلا 20 دلار بالا بره، هم شما رو اون 20 دلار ضرب در 100 تا شیر 2000 دلار اونجا سود میکنین، همین 540 دلار سود میکنین. یعنی 2500 دلار با اینوست کردن مثلا 14 15 هزار دلار روی این استاک انویدیا، که میتونید استاک 50 دلاری بخرین، میتونید استاک 20 دلاری بخرین، همین کارو بکنین، بهش میگن کاورد کال. بنابراین 100 تومان میخرم 14700 دلار، بعد میرم اینجا نیکد کال رو میفروشم، مثلا میگم 155 دلار رو میفروشم. هزینهش هست الان میگه ایلیگال، به خاطر اینکه من استاکش رو نخریدم، اجازه نمیده بفروشم، میزنه ایلیگال. ولی اگر اجازه بده من 529 دلار گیرم میاد. وقتی آپشن رو میفروشین پول گیرتون میاد، آپشن رو میخرین باید پول بدین و اون، من اگه میخواستم همین آپشن 155 دلار استرایک این رو بخرم، باید 530 دلار یا 40 دلار میدادم از جیبم، که به امیدی که اونجا برسه یا نرسه. اگه نرسه این دیپریسییشن این حدود 15 دلار ازش کم میشه، از 540 دلار من تا به صفر برسه. اگه به اون نقطه نرسه، اگه به اون نقطه برسه و بزنه بالا، خب من سود میکنم. ولی اگه نرسه من ضرر میکنم. برای اینکه جلو ضرر رو بگیرم، خود استاکش رو میخرم. بنابراین استاک از 147 دلار به 155 دلار اگه برسه، من حدود 1800 دلار سود میکنم روی رشد خود استاکم. 100 ضرب در 18 1800 دلار سود میکنم. اگر به این آپشن من برسه یا قبلش اکسپایرد بشه، که من هم 540 دلار رو بردم، هم 1800 دلار، 2300 دلار ظرف 27 روز گیرم میاد مثلا. حالا میتونین تاریخ دیگه ای بخرین یا بفروشین. حالا اگر بزنه از من رد شه، مثلا این قیمت 5 دلاری که من فروختم میشه 9 دلار یا 10 دلار. بنابراین روی آپشن من 500 دلار ضرر میکنم اگه بخوام اینو خودم دوباره 10 دلار بخرم، چون 500 دلار فروختم، بخوام 10,000 دلار بخرم، 500 دلار اینجا ضرر کردم. از اون طرف حدود 2000 دلار روی خود استاک سود کردم. بنابراین 2000 دلار استاک سود استاک هم بوده. 500 دلار، 500 دلاری که اول من فروختم شد 1000 دلار، مجبور شدم 1000 دلار اونو بای بک کنم. بنابراین سودم خالصم میشه 2000 منهای 1000 دلار تو جیبم هست. بسیار روش قدرتمندی هست و من خودم این کارو میکنم و هنوزم دارم بیشتر راجبش یاد میگیرم، چون روش‌های پیشرفته و بهتری هم هست. به هر حال ویدیو من تا همینجا بود. خواهش میکنم لایک فراموش نشه، سابسکرایب و منتظر ویدیوهای بعدی من باشین. در هر کجایی که هستین، روز و شبتون خوش.